استعداد فطری، نوجویی و نوآوری همیشه از پی جستجو و آموزش بودند. ثروت‌های بی‌بهای هر فرد است که نه به هر کس نصیب می‌کند. بختی بلند است که نازنین حسن و دارای این خصلت‌های نیکو و حمیده است. این نورس کنجکاو و جوینده زاده یکی از شهرهای تازه بنیاد و همیشه بهار بوستان می باشد. پیروهای امید این نوبت کار و پیکارش را پیگیری می کند. نازنین هنرمند و زیبای آفر سرگرم تهیه طرح حوله تاجیکانه که به سال رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی بخشیده شده بود و به نظر خیلی جالب می نمود. دریافتیم با تخیلات رنگین و تصورات نجیب از کاغذهای رنگه و مهره‌های پرجلو و پلاستیلین و هر گونه اشیاها آن را آماده می کرد. با انگشتان هنرمند و معجزه آفر و خیال‌های شیرین گل و گلبرگ‌ها را شیرش و میوه‌های درختان را به هم می‌پیوست. گفتن ممکن است که منظره تصویر شده خانه تاجیکانه خیلی زیبا با تمام جزئیاتش آفریده شده است. نازنین بانو چون آگاه گردیده توجه شما به ساختن این یا آن پردمت خیلی زیاد است. لطفاً میگفتید که همین ایده ساختن طرح پردمت در شما چگونه پیدا میگردد؟ هنگامی که از رسها من در باغ صدرالدین عینی که سیر و گشت میکردم دیدم که چون پرتوها بیرون از قوطی پرتو ایستاده است و میخواستم چنین که حسن شهر خود را کاسته ساخته ایستاده بود آن میخواستم یکی از اختراعات را اختراع نمایم که چون حسن شهر ما کاسته نگردد و برای همین با برادرم مصلحت کردیم و یکی از پردمت هایی که من اختراع کرده بودم این قوطی برای پرده ها می باشد. خیلی قلای و حسن شهرمان را کاسته نمی سازد. آن به طور الکتریک کار می کند و با 3 زبان سخنرانی می کند. در آن دچک و رله جایگیر کرده شده است. نازنین حسنوه در صنف 11 مؤسسه تحصیلات عمومی رقمی 1 شهر بوستان تحصیل دارد. در تحصیل اعلاخوان و در انتظام نمونه در کار جمعیتی فعال است. خصلت‌های نیک انسان دوستی و مهنت دوستی اش است که آموزگاران و همسبقانش احترام میکنند و دوستش میدارند. مورد به یادآوری است که لیسه رقم 1 یکی از بهترین و بانفوذترین مؤسسه های تعلیمی شهر بوستان است. رویه طبیعی و ریاضی دارد. خوانندگان موافق به این رویه از استادان با تجربه و صاحب تخصص تعلیم و تربیه می گیرند. فن فیزیکا و زبان مادری بیشتر است. کوشش می کند وقتش را به آموختن این فنها بیشتر صرف نماید. در این جاده استادش نصیب خلیفه بابا و که داننده خوب فن فیزیک و اصولهای پیشقدم تعلیم و تدریس می باشند، راهنما و مددگار هستند. خصلت‌های فرق‌کننده نازنین دختری که با غیرت است. این چنین ذهن و نطق برو دارد و کنجکاو می باشد. می خواهد که اساس عملی حادثه ها را درست فهمد. بیرون از درس نازنین با درس های علاوگی اشتراک می کند. مخصوصا با من درباره اجرای کار علمیش و حل مسئله های دشوار فرم فیزیک مشغول می شود. می خواهد که بسیارتر از علم فیزیک و دیگر علم ها نیز شوق و حواس زیاد دارد، بسیارتر معلوماتی پورا گیرد و سطح دانشش را بلند بردارد. سلام نازنین این یکی از شاگردان فعال ما است. در برابر خوانش خوب اعلی و انتظام نمونوی او همچون یک شاگرد اختراعکار ایجادکار در بین شاگردان ابروی احترام خاصه دارد و او بیشتر کوشش میکند که یک اختراع کند، دستاوردی بیارد و نامبرداری پدر و مادر و آموزگارانش کردند. باعث فرحمندی و نشاط و
و شایسته افتخار است که اختراعات نازنین نوآور در آزمون‌های بازیافت 2019 تلویزیون بهارستان اختراعکاران و نوآوران جوان ولایت سوخت بهای بلند را سزاوار گردیده است. همچنین نازنین کنجکاو و جوینده با دانش مکمل بارها در المپیادهای فنهای بیولوژی و فیزیک، اساسهای دولت و حقوق فعالانه اشتراک نموده در قطار بهترین ها سزاوار جایهای افتخاری گردیده است. با پیشنهاد رساله علمی در موضوع تاثیر رادیاسیا به انسان باشد در آزمون اکادمی خرد علمهای جمهوری تاجیکستان از جمله غالبان عضو وابسته آن اعتراف شده است. همچنین شما در برابر اشتراک در بسیار آزمون و المپیادها اینچنین در آزمون تلویزیونی بهارستان بازیافت فعالانه اشتراک نمودید. خب از این آزمون به خود چه تاثیراتی برداشتید؟ بیش از همه من از این آزمون بسیار دوستان را دریافت کردم و در آنجا انسانانی بودند که چون شوق و رغبت زیاد به اختراع کاری داشتند. با آنها من میتوانستم مصلحت ها گیرم، از آنها چیزی نو را آموختم. تصورات من خیلی کلان بود و من شاد هستم که چون این آزمون ها تا حاضر گذشته شده ایستاده است و دور جمهوری که باز هم میگذرد در ماه اپریل شده میگذرد و من میخواهم باز در آن اشتراک کنم و سزاوار جای اول گردم. خب چرا پیشنهاد می‌نمایید به همین آزمون؟ پروژه‌ای که خانه برای اینولیدان، برای آن انسانانی که نقصان دارند، من آن را تصویر کردم پروژه‌اش را و برای پیشکش گرداندم و به رئیس ولایت خیلی منظور آمد و مرا برای جمهوری آزمون اشتراک کردن راحت دادند. کتاب را نازنین همدم و همنفس می داند. مطالعه کتاب های بهترین بدیعی و علمی پسندش است. از این خاطر بسیار وقت او را در کتابخانه نزد مکتبی که برای دوستداران کتاب بهترین شرایط و امکانیت فراهم است دریافتن ممکن است. دلخواه کتاب را پیدا و از پی مطالعه می شود. از زمره بهترین فعالان اعضای کتابخانه می شناسند. محض منتظم خواندن کتاب‌های بدیعی و صحوی است که از نیتش در مکمل گردانی دانش وسیع و غنی گردیدن جهانبینی اش ثمره خوب به بار می آورند. حسن و نازنین دائما در وقت‌های خالگی بعد درس اینچنین در تنفس کلام به کتابخانه ما تشریف می آورد. وی بیشتر کتاب‌های بدیعی از کتاب‌های بدیعی، کتاب‌هایی که بر ایجادات عمر خیام یعنی داخل دارند آنها را گرفته مطالعه می‌کند. اینچنین باز با کتاب‌هایی که به فن دقیق بیشتر تعلق دارد و فیزیک، شیمی، بیولوژی آنها را گرفته مطالعه می‌کند. یعنی وقتی خالگی خود را بی‌فایده نگذرانده دائما به کتابخانه ما تشریف می‌آورد و از فاند کتابخانه ما بهره‌ور می‌شود. حسن و نازنین یکی از خوانندگان فعال مؤسسه من بوده. در آزمون چاره‌بینی ها بسیار اشتراک فعالانه دارد. سپارش های آموزگاران داده را در وقتش صاف دلانه اجرا میکند. ما بیشتر با همراهی نازنین بعد از درس نشسته در کتابخانه مکتبمان کتاب ها را مطالعه می نماییم. البته نازنین یکی از خوانندگان کتاب دوست می باشد. بسیار به کتاب شوق و ذوقش زیاد است. همین کتابخانه‌اش بود که او در ایجاداتش، در اختراع کاریش، در کار علمی سال گذشته وقتی که گذرانیده شده بود در دور جمهوری عضو وابسته گشته با غالبیت به مؤسسه‌مان برگشت. با اندیشه نازنین هر نفر چون از پی عمل هنر جهد و تلاش می کند استوار است و زحمت می کشد البته دست بالا می گردد. پیش از همه ذوق بلند باید داشت. با کمک راهبر محفل دوزندگی برندگی نزد مرکز تحصیلات علاوگی شهر بوستان مصبح محمد علی و هنر دوزندگی می آموزد. با دستان ماهرش به دوختن لباس مشغول می شود. نیت دارد که این هنر را به پورگی از بر نماید. در مرکز تحصیلات علاوگی شهر بوستان 13 محفل فعالیت می‌برد که در آن 208 نفر کودکان و نورسان از مؤسسات تعلیمی شهر در آن فرا گرفته شدند. از جمله آنها این
نازنین جان حسنوی می باشد که در محفل دوزندگی طول 3 سال باز فعالیت می برد و به خود همین هنری دوزندگی را کسب نموده است. به مادرش خیلی یاری می رساند، به خود کورته می دوزد، حتی لایق آن شهادت نامه گردید که آن علاقه 3 سال باز از خود نموده است. نازنین بسیار یک دختری با تمکین است، همیشه در همه محفل ها فعال است. همیشه ما همراه از خانه تا به محفل می آییم و از استاد همیشه همه چیز را از خود می کنیم. نازنین بسیار دختری خوب، دختری با تمکین، در همه درس ها خوب اشتراک می کند. بسیار دختری خوب است. گلدوزی را نازنین با کمک مادری غمخوارش بی سلامت حسنوه که خود آموزگار صنف‌های ابتدایی هستند خوب آموخته و با رنگ‌های گوناگون روی متا تصویر می‌کند. با این عمل زیبایی پرستی و زیبایی آفری اش می‌خواهد گل‌های رنگین و نظربای کشور را انعکاس نماید. با استفاده از مهره‌های پرجلا رسم این یا آن پردمت را چنان ماهرانه عکاسی میکند که به نظر خیلی جالب می نماید. در برابر خوانش خوب و عالی شما همچنین هنرمند هم هستید. خب میخواستیم بفهمیم که شما در اجرای کدام هنرهای زیبا بلد هستید؟ به دوزندگی خیلی شوقی رغبت زیاد دارم. به کشیده دوزی، بافندگی، باز هم به رسامی شوق بسیار دارم. با چنین کسب ها و در آینده هم دوزندگی را ادامه دادن میخوام. با ذوق بلند و تخیلات بوی منظره های دلفریب تاجیکستان را نازنین با موی قلم تصویر میکند. چون کنجکاو و جوینده است به چیز نظرش افتد با آن با دقت نظر می اندازد. بعضن الهامش می آید و زود کاغذ و قلم گرفته نقش آن را با نگاه زیبایی پرستی اش می آفرد. نازنین به کشیدن رسم هنوز از سن خردسالی شوق و رغبت پیدا کرده است و این آتشک تا رفت فروزانتر می گردد و ملکه و مهارتش تکمیل می یابد. نازنین از خردی به همه کارهای من گرچنده که کوچک هم بود میخواست که در همه جبهه های کاری فعالیتی من یاری رساند. وقتی که خمیر میکردم در برای خودش کوچه میساخت. وقتی که جامعه میشدم در لباس های معده‌ای خودش رو حرکت میکرد که خودش شوید. بعد از آن برای پختن خوراک همه وقت تیار برد. منم و تازه کنم سبزوات منم پزم بسیارتر ثواب میداد. برای چی این خیلی برای اصلا خوردی کنجکاو دختره که لیکن همین یک خصلتی خوبی داشت که همه وقت همین دوستانی زیاد پیدا میکرد. همین خیلی کوچه برودم در یکان کس که در آشناگی پیدا میکرد. همین خصلت در خانه هم همین طور. نازنین که طبیعتاً دختره که طبیعت دوست و زیبایی پرست است از این خاطر به پرورش گل و بوته ها نیز مشغول می شود. با آنها آب می پاشد و از چند زود تازه و نرم می کند. با بهره برداری از امکانیت هایی که در کشور همیشه بهارمان برای نورسان و جوانان فراهم است، نازنین حسنوه در پیراهی امید قدم های با برار سوی قله های مراد می گذارد. آرزو و امید می کنیم و هم باور داریم که این همه جهد و تلاش، جستجو و آموزش همه روزه نازنین نوآور و ایجادکار ثمره دلخواه به بار می آورند.